بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و سزاوار ستایش. سلام علیکم، وقت شما بخیر، شبتون به نیکی بینندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما. اهالی یاد خدا، اونهایی که در دل شب و نیمه های شب به راز و نیاز مشغولید، به عبادت و شب زنده‌داری مشغولید، به خواندن نماز شب مشغولید، ما رو هم دعا بکنید. خیلی خیلی ازتون ممنونم که برای همراهی این لحظه های خیلی ویژه و ناب و ملکوتی شبکه قرآن و معارف سیما رو انتخاب کردید و همراه ما هستید. ما توفیق این رو داریم که در عتبات عالیات و در سامرا باشیم و شب گذشته عرض کردم خدمتتون که این توفیق رو پیدا کردیم که در خانه پدری امام زمان علیه السلام حضور داریم، در مکانی که محل تولد حضرت حجت روحی و ارواح نال تراب مقدم الفدا هست، مکانی که محل رشد و نمو و کودکی حضرت بود و مکان نورانی که حضرت حجت علیه السلام غیبت صغرای خودشون رو از همین جا آغاز کردند و سرداب متبرک همین فضای نورانی در سامرا. اینجا مکانی است که پدر بزرگ حضرت امام هادی علیه السلام در اینجا مدفون هستند و پدر بزرگوارشون جناب امام حسن عسکری، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در اینجا مدفون هستند. دو امام واجب التعظیم و معصوم در این قبه مطهره و در این حرم مطهر و مسجد شریف مدفون هستند. الهی که خداوند به ما توفیق این رو بده که به شایستگی درک بکنیم این مقام رو و انشاءالله زیارت مقبولی ما داشته باشیم و نایب الزیاره تک تک شما هم هستیم و آرزو میکنم که به زودی روزی خود شما بشه و تشریف بیارید، هم زیارت کربلا رو به جا بیارید، هم مشرف بشید به زیارت ائمه معصومی که در عتبات هستند و ما هم در سامرا یاد شما هستیم و دعاگوی شما و یاد خدا رو از اینجا به شما تقدیم میکنیم. هرچی که نزدیک میشیم به 20 صفر، دلهای ما بیش از گذشته و پرحرارتر از قبل نسبت به ساحت پربرکت ابا عبدالله علیه السلام تپیدن میگیره و این عشق و ارادت بیش از گذشته شعله‌ور میشه و خوش به حال ما و شما که داریم وارد یک اربعین دیگه میشیم. هر جایی که هستیم زمزمه کنیم زیارت پرخیر و برکت و پرفضیلت اربعین سید الشهدا علیه السلام رو که به روایت از امام عسکری علیه السلام که مهمان خانه پربرکت ایشون هستیم فرمودن از علامات مؤمن هست، یکی از 5 علامت مؤمن به جای آوردن زیارت اربعین هست. هر جایی که هستید با پای دل همراه ما باشید و زیارت اربعین امام حسین علیه السلام رو با هم دیگه زمزمه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على ولی الله و حبیبه. السلام على خلیل الله و نجیبه. السلام على صفی الله و ابن صفیه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة
وزائدا من الزاده وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فل عنهم لعنا وبيلا. خب قبول باشه انشالله زیارت تک تک شما که با زیارت 40 حضرت امام حسین علیه السلام رو زیارت کردیم، انشالله که مقبول واقع بشه و هر کسی که هر جایی هست یادش باشه که بعد منزل نبود در سفر روحانی. مهم نیست شما الان نیستید اینجا یا فرسنگ ها یا کیلومترها از اینجا فاصله دارید، مهم اینه که دلتون اینجا باشه. ما به یاد شما هستیم. ما که در سامرا هستیم خیلی از زوار الان تحت قبه سید الشهدا علیه السلام هستند و اونجا قطعا نایب و زیاره همه آرزومندان خواهند بود و ما هم اینجا در حرم شریف امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام دعاگو و نایب و زیاره شما خواهیم بود ان شاء الله. الهی که خدا روزی خود شما بکنه که تشریف بیارید و از این فضای معطر و نورانی که درش قرار گرفتیم ما شما هم بهره مند بشید. خب مانند شب گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شهرنما هستیم. بهشون سلام عرض میکنم سلام و شب بخیر و عرض ادب دارم و آرزوی قبولی زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما همه بینندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. انشالله که ایام خوبی داشته باشند و انشالله تحت توجهات اهل بیت اسم و طهارت بتونن در این نصرت بزرگ، نصرت پیاده روی 40 سهمی داشته باشن انشالله. خب جا از شب گذشته که برنامه رو آغاز کردیم بنا رو بر این گذاشتیم که بپردازیم به حرکتی که حضرت ابا عبدالله علیه السلام انجام دادن و برکاتی که در این حرکت قرار گرفته و تفاوت‌هایی که با دیگر حرکت‌ها و جنبش‌های اصلاحی داره و بایسته هایی که ما به عنوان شیعی اون حضرت، محب اون حضرت، دوستدار اون حضرت باید مد نظر قرار بدیم. خاطر رو فرمودید و حالا امروز هم در خدمت شما هستیم و در این برنامه بپردازیم. شب گذشته عرض کردیم خدمتتون که ما جنبش‌های مختلفی رو در عالم داریم که دایه اصلاح دارن. برخی از این جنبش‌های اصلاحی جنبش‌هایی هستن که نگاه دینی ندارن، اومدن یک جنبش اجتماعی هستن، میخوان جامعه رو متحول بکنن. خب رسالت اونها نهایتاً اگر صادق باشن در کلامشون اینه که بخوان یک عدالت اجتماعی برقرار بکنن، زندگی راحتی برای مردم برقرار بکنن و امثال اینا. این اون افق متعالی نیست که انبیا دنبالشن. انبیا و اولیا دنبال این هستن که انسان رو در این مسیر زندگی سیر بدن، اون رو متعالی بکنن.
اصلا تنها یه تفاوت اساسی که میان حرکتی که انبیا ایجاد میکنن با مکاتب دیگه هست اینه که در نگاه انبیا و اولیاء الهی انسان محور همه این حرکت هاست. نه از اون جهت که انسان لذت ببره، نه از اون جهت که انسان به خودکامگی برسه، بلکه از اون جهت که میخوان انسان رو در اون جایگاه خلیفت اللهی خودش مستقر بکنن، بلکه میخوان انسان رو اوج بدن، به اون مقام و جایگاه ولایت جزئیه برسونن. شاید ولایت جزئیه من وقتی دارم میگم یه خود چیز عجیبی باشه برای مردم. یعنی چی ولایت جزئیه؟ ببینید شما، من نمونه عرض بکنم. خداوند وقتی که وجود نازنین عیسی سلام الله علیه رو داره معرفی میکنه، گاهی اوقات از زبان خود عیسی نکته ای رو میگه، گاهی اوقات هم خودش همین نکته ای رو میخوام عرض بکنم، نکته رو در مورد عیسی سلام الله علیه میفهمد. مثلا خداوند وقتی داره عیسی رو معرفی میکنه، از زبان عیسی سلام الله علیه میفهمد که جناب عیسی میفهمدن که انی اخلق من الطین که حیرت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. یعنی من این قابلیت رو داشتم که خلق بکنم، منتها به اذن الله. میتونستم. قرآن فهمد که یه چیزی از گل درست میکرد ایشون، بعد درش میدمید، خلق میشد. یعنی این قابلیت رو داشت که همچون خداوند خلق بکنه، منتها به اذن الله، با واسطه. بعد قرآن ادامه میده و میتونستم من کسی که برص داره رو شفا بدم، کور رو شفا بدم و احیی الموتی به اذن الله، مرده رو من زنده میکردم. همه اینها رو داره انتصاب میده. یعنی اون نکاتی که در مورد خداوند هست، اون اسمایی که در مورد خداوند تعریف میشه، اسم ممیت، من مظهر اسم ممیت خدام، مظهر اسم محیی خدام، مظهر اون نام احیا کننده و زنده کننده خدام. انسان به این میگن نوعی از ولایت. یعنی انسان ولایت پیدا بکنه، به این جایگاه میتونه برسه. انبیا و اولیا اومدن انسان رو سیر بدن، به این جایگاه برسونن. نمیخوام بگم مقصود نهایی اینه که مثلا من مرده زنده بکنم. بله. طبیعتاً قابلیتی برای شما ایجاد میشه در اون افق انبیا که اصلا برای مکاتب دیگه اصلا قابل هضم نیست. اینا چی دارن میگن؟ افقی ایجاد میشه که شما در اون افق میشه خلیفه خدا در عالم. قابلیت‌های ویژه و منحصر به فردی براشون به وجود میاد. قابلیت‌هایی که در وجود انسان هست اون رو به فعلیت میرسونن. اما مکاتب دیگه برنامه برای این قابلیت ندارن. بسیاری از مکاتب اصلا نفی میکنن این قابلیت‌ها رو. میگن چرا دارید همچین چیزی رو شما میگید؟ وجود نداره که همچین چیزی. شما در مکاتب مادی می‌رسید یه همچین چیزی نه، برای شما معنی نداره. خب حالا میخوام این عرض کنم، خیلی مکاتب اجتماعی عالم خیلی بخوام برنامه بدن، نهایتا یک برنامه‌ای برای دنیای ماست. اما در مکاتبی که اون کسانی که دایه اصلاح دارن با نگاه دینی و الهی، بازم اینها دو گروه هستن. برخی از اینها صادق نیستن در کلامشون. دیروز نمونه ای رو عرض می‌کردیم. اون وقتی که برخی در مقابل امیرالمومنین در جمل میان می ایستن و وقتی به اونها میگن خب چرا شما اومدید در جمل ایستادید، ایشون میگه انما اخرج للاصلاح بین الناس و ارجو فیه الامر ان شاء الله فیه الاجر ان شاء الله. من اومدم برای اصلاح امت. آیا صادق بودن در این کلامشون؟ با اینکه دیگران یادآوری ها بهشون کردن که علی نمیتونه محور باطل باشه، تو چرا داری این حرف رو میزنی؟ یه وقتی عمار در این ساخت مسجد رسول خدا که داشتن، هر کسی میومد آجر می آوردن می ساختن، بعضیا می اومدن، عمار خب کنیز زاده بود، بنده زاده بود، می اومدن بارهای خودشون هم رو دوش عمار میذاشتن. اومد خدمت در رسول خدا با این تعبیر که دیگه دارم میمیرم، پدر من رو در آوردن اینها. بعد اونجا بود که رسول خدا فرمودن نه عمار نگران نباش، عمار تقتل الفئة الباقیه، عمار تو اینجا چیزیت نمیشه، یادت باشه که تو یه روزی اون قوم ستمکار میکشن. عمار خیلی شخصیت عجیبیه. رسول خدا به عمار یه عبارتی فرمودن خیلی جالبه، من اینو اشاره بکنم. حضرت به عمار فرمودن یا عمار ان رأیت علیا قد سلک وادیا، اگه یه روزی دیدی علی رفت تو یک مسیری و سلک الناس وادیا غیره، همه مردم رفتن تو یه مسیر دیگه ولی علی تنها در یک مسیره. فسلک مع علی و دع الناس، تو با علی باش، مردم رو ولشون بکن. اونا کلام مهمیه ها. بعد حضرت اینو فرمودن فانه لا یدلیک فی ردن و لا یخرجک
من هدن. علی تو رو از مسیر هدایت خارج نمیکنه. علی تو رو پستی نمیکشونه. علی تو رو بیچارگی نمیکشونه. این مسیر در مورد امیرالمومنین که ببین اینا که من دیشب هم خدمت شما عرض کردم، اینایی که من به شما عرض میکنم امروز ما میگیم نکنه در روایات باشه نباشه، نکنه جعلی باشه، نکنه دروغین باشه، برای نزدیکان رسول خدا انقدر این تکرار شده بود، باور بود براشون. اصلا اینطوری نبود که ندونن این مطلب رو. این که رسول خدا دائم میفهمدن علیون مع الحق و الحق و مع علی. تازه نه که امیرالمومنین رو با حق بسنجید، بلکه حق طوریه که یدور و حیث و دار، حق دائما دور علی میچرخه، نه علی دور حق بگردد. این رو امروز بعد از 1400 سال من و شما میشنویم، اما اونایی که نزدیکان و مقربان رسول خدا بودن که درک کرده بودن، در موقعیت حضور داشتن، لحظه درک کردن این عبارت رو. حالا شما ببینید با این نگاه میان یه دفعه با داعیه یک جریان اصلاحی جلوی امیرالمومنین میایستن. جالب اینجاست که ابن شهر آشوب و برخی دیگه از منابع این رو دارن در المناقب و برخی منابع دیگه هم دارن که یه وقت ابن عباس اومد رو کرد به اون همسر رسول خدا، اعتراض کرد به ایشون. خب خیلی اعتراض کردن به ایشون، از جمله ابن عباس. عبارتی داره خیلی قشنگه، تاریخ ثبتش کرد. عبارتش این بود که گفت جملت و بقلت و ان عشت تفیلت. تو الان میبینم که یه روزی از سر سوار بودی، الان دارم تیکه‌ای بهش اومد. گفت الان میبینم که شتر سوار شدی، در جمل شتر سوار شدی، خیلی دور نمیبینم یه روزی فیل سوار بشی. اشاره کرد به قضیه ابرهه. یعنی خیلی حواست جمع باشه، این مسیری که داری میری شاید خودت حواست نیست، ولی این مسیر داره فاصله تو رو دائما از حق زیاد میکنه. این جریان هایی که دارم میگم وقتی باهاشون صحبت میکنی خودشون رو دائما ملاک حق میدونن ها. یعنی اصلا اینطوری نیست که اینها بگن ما ملاک حق نیستیم، دائما توجیه میکنن، خودشون رو ملاک حق میدونن، اصلا به راحتی نمیپذیرن که مسیر اشتباهیه. این که دائما در روایت میفهمد که از خدا بخواید اللهم اهدنی من عندک، خدای تو منو هدایت بکن، هدایت من رو تو در دست بگیر، بصیرت من بده تو مسیر. اگر خدا جناب آقا مهدی اراده بکنه بنده ای رو هدایت بکنه، حتی بدون هیچ اسبابی بندش رو هدایت میکنه. اینطوری نیست که ما بگیم که خدا دستش بسته است، حتما باید یک مقدماتی فراهم بکنیم تا هدایت بشه. نه اینطور نیست. یفعل ما یشاء، بخواد یه کاری انجام میده. در کافی بابی به شما عرض کنم، در کافی شریف یک بابی وجود داره با این عنوان که ان الهدایه من الله تعالی، هدایت از خداست. بله مقدماتی باید فراهم بشود، اما خداوند دستش بسته نیست. گاهی اوقات بدون هیچ هدایتی، بدون هیچ مقدمه‌ای میتونه شما رو وارد عرصه هدایت بکنه. در اونجا روایت خیلی زیادی وجود داره، خیلی جالبه. امام صادق سلام الله علیه میفرمان که اگر خداوند اراده بکنه بنده ای رو وارد عرصه هدایت بکنه، برای همین میگم دائما بخوایم این رو اللهم اهدنی من عندک بگیم، اون عرصه فرا میرسه. امام صادق میفرمایند اگر خدا اراده بکنه بنده ای رو وارد عرصه هدایت بکنه، چطوری پرنده وقتی میخواد وارد لانش بشه با سرعت میاد و وارد لانه میشه، چطور با سرعت وارد میشه؟ امام صادق فرمودن همونطور که پرنده با سرعت وارد وکر این لانه پرنده وارد لانش میشه، با همون سرعت بندش رو وارد عرصه هدایت میکنه. دست خدا بس. ما این نمونه رو تو کربلا هم دیدیم، ما خیلی قشنگ نمونه رو تو کربلا. خواستن مهمه آقا، یعنی ما بعد از خدا بخوایم که ما رو هدایت بکنه. بخوایم. کسی که از خدا میخواد خیلی مهمه. یعنی زمینه پذیرش هدایت رو داره در خودش ایجاد میکنه به نوع دیگه، چون خواستن رو اینم طلب هست میکنه. ولی عجیبه گاهی اوقات میبینی اصلا این فضا هم نیست. یعنی شما وقتی سحره فرعون رو داری میبینی شاید تو باغ نبودن، تو این وادی نبودن اصلا. حتی اون روز هم اومدن در مقابل موسی قرار بگیرن. بنا اصلا نیست که اینا بگی حالا بگه اومدن شب نشستن گریه کردن دعا کردن خدای منو هدایت کن، حق رو ما نشون بده. اصلا اومدن در مقابل حق قرار بگیرن، اما خداوند نمیدونم چیه، سرش رو نمیدونم چیه.
ولی خدا یه دفعه اراده بکنه بنده ای رو هدایت بکنه، کسانی که یک عمر در تقابل با ولی خدا بودن رو در لحظه ای وارد عرصه هدایت مثال بکنه. جالبی زدید، سحره فرعون لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف شد، دست و پای اونا رو به خلاف زد به خاطر جریمه‌شون. حالا اینو اگه خدا خیلی ان شاءالله عجیبه، توفیق بده یعنی یه روزی عرض میکنم که اینجوری پای حقشون آفرین، وایسادن. این نکته مهمه. یعنی اگر خدا اراده کرد در لحظه بندش رو وارد عرصه هدایت بکنه، چنان هدایتی به او عرضه میکنه که دیگه به هیچ وجه حاضر نیست از اون عرصه هدایت برداره، هیچ جورا. ما نمونه های اینا رو خیلی یاد دیدیم، مخصوصا تو این دستگاه ابا عبدالله کسی وارد بشه خیلی عجیب تحول براش ایجاد میکنه. ما آدمایی داشتیم اصلا اعتقاد نداشتن تو این فضا، مثلا طرف مشروب خور بوده، یه دفعه میاد تو فضای مجلس ابا عبدالله، میکشونن اصلا میارنش تو اون مجلس، میشینه، یه دفعه میبینی اصلا منقلب میشه، متحول میشه. این دستگاه ابا عبدالله خیلی قدرت داره که انسان رو متحول بکنه. حالا انشالله در جلسات بعد من وارد این عرصه خواهم شد، چجوری این کشتی نجات ابا عبدالله انسانها رو در این وادی هدایت سیر میده. این خیلی قشنگه. حالا میخوام این عرض کنم چون امروز بحثم در مورد این نیست. پس ما دائما از خدا بخوایم خدای خودت ما رو بصیرت بده، بفهمیم، احساس نکنیم تو اون مسیر باطلی که قرار داریم مسیر حقیه. و این خیلی بده که کسی در جهل مرکب باشه، فکر بکنه دائما مسیرش مسیر حقه و اصلا همتی هم برای تغییرش نداشته باشه. این خیلی بده. تاریخ رو من حالا نکته‌ای رو عرض بکنم. پس این نکته مهمیه. یک نکته آقا مهدی عرض بکنم خدمت شما. تاریخ رو وقتی میخوان مطالعه بکنن در علم تاریخ، میگن گاهی اوقات مطالعات تاریخی مطالعه در زمانه. یعنی کسانی که در دوره ابا عبدالله اومدن در اون سپاه قرار گرفتن، یک نگاهی دارن به این واقعه. بله. بر مبنای باورهایی که براشون شکل گرفته، باورهای نادرستی که براشون شکل گرفته، تحلیل‌های نادرستی که براشون القا شده، یه باوری براشون شکل گرفته که این باعث شده فضا تیر و تار بشه، اون بصیرت از بین بره. اما یه وقتی هست که ما در زمان نمیخوایم تحلیل بکنیم، فاصله میگیریم از واقع. بر همین برخی در علم تاریخ معتقدن که اگر ما فاصله بگیریم از یک واقعی، قرائن رو که بعداً مطالعه میکنیم خیلی راحت‌تر میتونیم تحلیل درستی ارائه بکنیم. اما این رو داشته باشیم که حوادث تاریخی و رخدادهای تاریخی و صفحات تاریخ رو چه کسانی رقم میزنن؟ نه کسانی که در آینده میان، بلکه کسانی که در واقع قرار دارن، در همون تاریخ بودن. نمیشه بگیم حالا ماها منتظر بمونیم در آینده قرائن بیاد تا تصمیم بخوایم بگیریم. من امروز باید تصمیم بگیرم برای یک واقعه. اون تصمیمات تاریخ ساز میشه دیگه. همون تصمیماته. من اگر پیشتر آماده نباشم، صفحات تاریخ رو وقتی دارم ورق میزنم میبینم من هم در نقطه باطل تاریخ قرار گرفتم. بگم حالا میخوام در آینده قرائن رو ببینم، اصلا فرصت این نیست. تاریخ رو در زمان کسانی رقم زدن که تحلیل های درستی داشتن یا تحلیل های نادرستی داشتن. از این جهت ما باید ببینیم اون باورهای خودمون رو از کجا داریم میگیریم، به کدوم آبشخور فکری متصل شدیم. اینی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که در وصف مؤمنان فرمودن کن کن نهله، مثل ای مؤمنین مثل زنبور عسل باشید. بعد حضرت فرمودن اذا اکلت طیبا، وقتی اونا زنبور عسل میخواد چیزی رو بخوره نمیره هر جایی رو آشغال بشینه، رو زباله بشینه، فقط گل رو انتخاب میکنه، شهد رو انتخاب میکنه، اونم نه هر گلی، انتخاب میکنه گل درست حسابی رو، میره اونجا میشینه. اذا اکلت طیبا. مؤمن اینطوریه، باور فکری، اندیشه، میخواد کتاب میخواد مطالعه بکنه، هر کتابی رو بر نمیداره. من گاهی اوقات به پسرم میگم که اهل مطالعه است، میگم پسرم کتابی رو که میخوای مطالعه بکنی اول ببین اون نویسنده کیه. تو هنوز باوراتت خیلی شکل نگرفته، خب سنی نداره خیلی هنوز، میگم تو هنوز باوراتت خیلی شکل نگرفته، نذار باورهات با یک اندیشه ناراض شکل بگیره. این خیلی مهمه. ما مهمه سیر مطالعاتی برای نوجوان خیلی مهمه. الان بسیاری از جوانهای ما که میبینیم
اندیشه‌ای دارن که باورهای دینیشون یه مقدار سسته. چرا این اتفاق افتاده؟ چون اون مآخذی که منابعی که داشتن فکر خودشون رو ازش میگرفتن منابعی نبوده که در مسیر درست بخواد به اونها باور القا بکنه. مثلا طرف از فضای مجازی هر جایی میرسه تونده ورود میکنه. خب این درست نیست. ما هر جا میرسیم تو هر نقطه ای از فضای مجازی شروع کنیم ورود کردن، باور خودمون رو از اونجا بگیریم. همه راست نمیگن در فضای مجازی. فضای مجازی محلیه برای القای بسیاری از باورهای نادرست و خیلی باور میکنن به محض اینکه میبینن که یک تهمتی داره زده میشه، به محض اینکه میبینن که یک نقل تاریخی داره ارجاع هم داره میده به یک منبعی که اصلا وجود نداره در اون منبع. مردم که اهل تحقیق نیستن، شما میرید خیلی راحت میخونی. انتخاب این که شما فکرتون رو از کجا میگیرید خیلی مهمه. امیرالمؤمنین فرمودن که اذا اکلت طیبا. زنبور عسل اینطوریه، میخواد بخوره چیز درست حسابی میخوره تغذیه فکری، تغذیه مال حلال و امثال اینا رو همه رو در بر میگیره. و اذا وضعت طیبا، وقتی میخواد اثری از خودش باقی بذاره، اثر خوب و خیری از خودش باقی میذاره. هر کی بیاد میگه خدا رحمتش کنه، خدا پدرشو بیامرزه. مؤمن اینطوریه، وقتی میره اشک میریزن مردم براش، باقیات و صالحات از خودش بیادگار میذاره. من گاهی اوقات به دوستانم میگم، حالا این یکی از دغدغه‌های مؤمنین که ما در ظهرم محور بحثمون همینه. بله. یکی از دغدغه‌های مؤمنین اینه که دائما سرشون درد میکنه برای کارهای خیر، یا سارعون فی الخیرات، سرشون درد میکنه. بعضیا رو شما تو همین بازار تهران، من حالا نمونه‌هایی دارم، حالا یه نمونه رو عرض میکنم، ظهرم با تکمیلش میکنم این نمونه رو، چون بد نیست آدم یادی بکنه از بزرگانی که زحمت کشیدن برای مردم. خدا رحمت کنه این حاج عبدالله والی رو. حاج عبدالله والی یه بازاریه توی تهران، موقعیت داره. ما با برادران ایشون ارتباط داریم تو همون مسجدمون در بازار. ایشون که خب رهبری معظم از ایشون تمجید کردن، کار از دنیا رفتن. ایشون کارشون چی بود؟ شما ببینید بازار تهران رو رها میکنه، اثر خوب اینها. بازار تهران رو رها میکنه، بلند میشه میره سراغ یکی بازاری ها، میگه شنیدم یه منطقه‌ای هست بشاگرد در جنوب ایران، من رفتم اینجا رو دیدم، اینا هیچ امکانات ندارن، همه کپرنشینن، محب اهل بیته، تو کپر داره زندگی میکنه، اصلا امکانات هیچی نداره. تمام عمرشو این مرد وقف کرد برای اینکه اونجا رو اصلاح بکنه. بعد شما وقتی نگاه میکنی ایشون از دنیا میره، خبر وفات ایشون که میرسید، تو این مستندها برید ببینید، خبر وفات که میرسه، پیرمردها و پیرزنهایی که با صورتهای چروکیده و آفتاب خورده تو این کپرها هستن، به محض اینکه میشنیدن ایشون از دنیا رفته، اشک بود که از صورتشون جاری میشد، به سر و صورت خودشون میزدن. چرا؟ ببینید بعضی چجوری طیب و زیبا زندگی میکنن. امیرالمومنین فرمود مؤمن اینطوریه. بعد حضرت فرمودن که و اذا وقعت علی عود لم تکسره، آزارش هم به کسی نمیرسه. اگه بخواد زنبور عسل وقتی رو شاخه میشینه نمیشکنه اون شاخه رو. مؤمن هم همینطوریه، وقتی در موقعیتی قرار میگیره دیگران رو تخریب نمیکنه، زیر پای اون رو نمیزنه برای اینکه اون رو پله بکنه بره بالا، هر جنایتی نمیکنه، هر ظلمی نمیکنه، خیرخواهه. اصلا تصورش این نیست که من اگر بخوام رشد بکنم حتما باید زیراب اینو بزنم بتونم برم بالا، این رو پله بکنم برم بالا. امید به رحمت الهی داره، تلاش هم میکنه. مؤمن اینطوریه. حالا پس نکته اینجاست، من عرضم این بود که خیلی مهمه باورهامون رو از کجا بگیریم. و یک نکته دیگر هم من عرض بکنم، برای مؤمنین دینشون خیلی مهمه. تمام نگاهشون رو به این دادن که من چطوری میتونم حوزه باورهای دینی خودم رو قوی بکنم، تقویت بکنم. شما این آیاتی که نازل شد در مورد آیات نجوا وقتی نازل شد که قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. میخواید با رسول ما صحبت کنید، یه امتحان کرد خدا، کاری نداره که. از این دست امتحانات هم که خدا من زیاد میکنه بندگان. شما خیلی داعیه این رو دارید که ما خیلی مثلا با رسول خدا ارادت داریم، هر روز میاد وقتشو میگیرید، هی میشینید حرفای بی خودی گاهی اوقات میزدن، وقت رو میگرفتن. خدا یه امتحان کرد، آیه نازل شد که اگر از حالا بعد میخواید بیاید با رسول ما ارتباط برقرار کنید، نکته رو بپرسید ازش، صدقه بدید. یه صدقه بدید بیایید، نه اینکه تازه به رسول خدا پولی بدید، برید صدقه بدید، به فقرا بدید.
فکر میکنید چند نفر این رو اجرا کردن؟ تا آیه اومد ارتباط ها قطع شد. یه صدقه قرار بود به چیزی نبود که ارتباط ها قطع شد. امیرالمومنین فهمیدن که تنها آیه‌ای در قرآن که هیچ کس جز من به اون عمل نکرد همین آیه است. که ازت پول حتی قرض میکردن، 10 درهم هر دفعه 1 درهم صدقه میدادن، میونه یه سوال میپرسیدن، چون دغدغه داره برای دینش، دغدغه داره. مؤمنین نسبت به دین و دینداری، استقرار دین خیلی دغدغه دارن و نگه داشتن دینشون. بله، هم نگه داشتن دین، هم نسبت به استقرار دین و نظام الهی در عالم دغدغه دارن. خودشون رو مسئول میدونن، به در و دیوار میزنن. شما ببینید در سوره یاسین میفرماد که ما 3 نفر رو فرستادیم که برای مردم، حالا یا نبی بودن یا وصی بودن، از اوصیا بودن. قرآن فرماد که ما 3 نفر رو به قوم فرستادیم مردم رو دعوت به خدا بکنن. نه جنایتکار بودن، نه ظالم بودن، نه تعدی به این مردم کردن. اتفاقا آدمای خیلی لطیفی بودن، آدمای خوبی بودن، به مردم گفتن حق و حقوق هم رو رعایت بکنید، حرف بدی هم که نمیزدن. اما این نفس نمیذاره. نفسی که خدا میفرماد که این نفس الهیه برای خودش. افرایت من اتخذ الهه هوا. قرآن فرمود که این نفس که از درون انسان یک الهیه که اصلا اجازه نمیده تو از عبودیت او خارج بشی، بری سمت عبودیت خدا. این نفس در مقابل انبیا خیلی صف کشی میکنه. همین که انبیا حرف بدی نمیزدن، ولی این نفس وقتی اونها رو در مقابل خودش میبینه امر میکنه عباد خودش رو برای اینکه در مقابل اونها بایستید. خب شما ببینید اینا آمدن در مقابل این 3 نفری که آمدن حرفی هم نزدن، گرفتنشون. خیلی از مردم بی تفاوتن نسبت به این مسئله. اصلا نگران آدم‌ها شاید خوبی هم باشن اجمالاً ها، اما بی تفاوتن. براشون خیلی مهم نیست، هزینه برای دین نمیخوان بدن، اصلا یک ذره هزینه نمیدن. میگم ما خودمون درگیر مسئله نکنیم. اصلا ما چرا اینجوری بکنیم؟ چه کاریه بذار حالا اون یه کاری کرده که مثلا گاهی اوقات صحنه‌های دردناکی در تاریخ وجود داره. من حالا برمیگردم به همین مطلب. حالا قرآن بذار این رو بگم، بفهمید بخشی هم ببینیم و بگم بعد. قرآن فهمید که خب 1 نفر در این بین دغدغه‌مند بود. این همه آدم همه نشستن، شاید بعضیاشون هم نمازم مثلا نماز شب هم میومدن میخوندن، ولی شاید ها، ولی اون دغدغه رو نداشتن که بخوان برای دین هزینه بکنن. 1 نفر قرآن، ببین 1 نفری که شاید کسی فکر کرد کسی اینو ندید ها، اون حبیب نجار. قرآن فرماد که وجاء من اقصی المدینه رجل. یه دفعه از اون ناحیه دور 1 نفری خودشو به دور رسوند. رجل یسعی، با سرعت اومد، دغدغه داره. مردم، رجل یسعی، بابا مردم چی کار دارید میکنید؟ اینایی که مردم چی کارش کردن؟ گرفتن اون رو هم کشتن ها. با اینکه او رو کشتن باز هم دغدغه مردم رو داره، کشتنش این مردم. اما قرآن چی میفرماد؟ میفهمد که وقتی که داره حتی روحش عروج میکنه میگه یا لیت قومی یعلمون. ای کاش اینا میدونستن ما خدا چجور داره با ما کرامت رفتار میکنه، تو رو خدا بفهمید. یعنی تو اون حالتی که حتی ایشون رو به شهادت رسوندن، ظلم بهش کردن، باز دغدغه این رو داره که کاش میتونستن دستگیری از مردم بکنن. عجب. خیلی جذابه و خیلی مهمه. خیلی این یاداوری ها و این تذکرها و این تلنگرها برای تک تک ما مهمه و مفیده. الهی که روز واقعه بتونیم درست تصمیم بگیریم، در بزنگاه های زندگیمون بتونیم درست تصمیم گیری بکنیم، در جایی که یک دوراهی قرار میگیریم که خدا میخواد ما رو مورد ابتلا قرار بده، مورد آزمایش قرار بده، بتونیم به درستی راه صحیح رو انتخاب بکنیم که تو این گفتشون تو هدفمون اینه که به همین نقطه برسیم. یه بخشی رو نگاه میکنیم از حال هوای موکب هایی که دارن خدمت رسانی میکنن به زائران سید الشهدا علیه السلام و سعی میکنیم که هم از مسیر مشایی برای شما گزارش هایی رو تهیه بکنیم، هم حال هوای موکب هایی که در سامرا هست و اونهایی که بالاخره زوار امامین عسکریین هستند و انشاءالله که شما هم توی این فضا قدم بگذارید و این حال و هوای ویژه رو از نزدیک خدا روزی بکنه که درکش بکنید. باهاتون همراه هستیم کماکان. خب وقتتون بخیر. چه لحظات زیبایی، چه اتفاقات جذابی اینجا رقم میخوره. شب و روزی موکبدارا دارن
تلاش میکنن که خدمت بدن به زائران سید الشهدا علیه السلام که با پای پیاده دارن طی طریق میکنن به سمت کربلای معلی حرکت میکنن. خیلی از زوار زیارت کردن کربلا رو و بعد میان به دیگر عتبات، میان به زیارت کاظمین، امام جواد، امام کاظم علیه السلام رو و البته در سامرا امام هادی و امام عسکری علیه السلام رو زیارت میکنن و بعضی هم مسیر رو از مرزهای شمالی کشور انتخاب کردن. اول میان به سامرا زیارت میکنن و بعد میرن به سمت مسیر مشایی. به هر حال مهم اینه که توی این فضای قشنگ و توی این اتفاقات قشنگ حضور دارن، تو اون بزنگاهه که باید انتخاب بکنن. حضور داشتن در رکاب امام رو انتخاب درستی انشاءالله انجام دادن و انجام بدیم هممون که کل ماجرای صحبت ما در یاد خدای سحرها همین هست. حاجی ما در خدمت شما هستیم به این برای جمع‌بندی و نکاتی که برای ما خواهید فرمود. خیلی مهمه که ما بتونیم یک انتخاب درست داشته باشیم، تو بزنگاهه بتونیم تصمیم درست بگیریم. زمانی که و اتفاقا در همین واقعه کربلا میبینیم خیلی ها سربلند ازش بیرون آمدن و خیلی ها مردود شدن. یعنی حضرت میره به سراغ اونها، میگه فلانی بیا با من باش، میگه من شما رو دوست دارم اما با شما همراه نمیشم. آره چی میشه که این اتفاق میفته؟ این که عرض کردم مؤمن دغدغه دین رو داره، برگشت همه اینا به همینه. حالا این مناشه‌ای داره که چرا برخی نمیتونن همراه بشن، مرز همراهی دارن. این همون سیریه که ما انشاءالله در این روزها میخوایم لایه لایه بحث رو بحث بکنیم. چرا برخی نتونستن؟ آدمای خیلی خوبی بودن ها، اما نتونستن همراهی بکنن. با اینکه آدمای خوبی بودن، سلیمان سرد آدم بدی نبود، اما چرا نتونست همراهی بکنه؟ این خیلی جای سوال. قیام هم کرد به خونخواهی ابو عبدالله، قیام هم کرد ولی دیر. ما وقتی صحبت از بصیرت میکنیم ما فکر می‌کنیم چیز عجیب و غریبیه. نه، جناب سلیمان سرد با اینکه آدم خیلی خوبیه اما اون بصیرت لازم رو نداره. بصیرتش مثل حبیب نیست. شما ببینید وقتی که نامه میرسه به جناب حبیب، نامه ابو عبدالله به جناب حبیب خیلی زیباست. من القریب الی الحبیب، من القریب الی الحبیب. اونچه که در تاریخ ثبت شده نامه حضرت به این شکله. حالا شما ببینید، میخوام بگم برخوردها رو ببینیم. با اینکه جناب سلیمان خبر داره از نامه نگاری ها، با اینکه جناب سلیمان داره میبینه، با اینکه جناب سلیمان فرستاده ابو عبدالله رو داره میبینه، دغدغه هم داره، آدم خوبی هم هستا، اما تو این بزنگاه چرا نتونست همراهی بکنه خیلی مهمه. همه آدم های خوب الزاما نمیتونن همراهی بکنن با ولی خدا در همه مراحل. نامه ببینید می نویسه وجود نازنین ابو عبدالله الحسین به جناب حبیب من حسین ابن علی الی الرجل الفقیه. از حسین ابن علی به اون مردی که درد دین داره. صحبت ما همش همینا، مؤمن درد دین داره. الی الرجل الفقیه، اون مردی که درد دین داره. اصلا چرا حضرت با این نام داره باش صحبت میکنه؟ یعنی حبیب تو خیلی متمایزی از دیگران. بعد حضرت حبیب لا تبخل، با هم فقط هم یه عبارت، لا تبخل علینا نفسک یجازی که رسول الله. نکنی دفعه برای ما کم بخوای بذاری یا تو بیا جدم جبران میکنه برات. اهل بیت انقدر کریمن، کسی براشون یه قدم برداره اصلا اینطور نیست که نادیده بگیرن، اصلا اینطور نیست. چند سال پیش من یه کاروانی رو، به همین حبیب میان کلامتون، به همین حبیب خدای مقامی روزی میکنه که در کنار قبر مطهر ابو عبدالله علیه السلام یک دونه قبر از اصحاب و صحابه باقی موندن، قبر حبیب. نامه به حبیب میرسه. اینو امروز نمیخوام بگم، فقط کیفیتشو بعداً میگم. نامه به حبیب میرسه، با چه سرعتی حبیب خودش رو رسوند به ابو عبدالله. درنگ نکرد، اصلا درنگ نکرد. با چه سرعتی. کیفیتش یه روز دیگه میگم، امروز نمیگم. کیفیت رفتنش یه روز دیگه میگم. ولی میخوام بگم ابو عبدالله، کسانی که میان به سمتش، میان به یاریش رو خیلی عجیب دستگیری میکنه. خیلی هواشونو داره، خیلی
کافیه شما یه قدم برداری برای ابا عبدالله. تو این مشایخ کافیه قدم برداری، کافیه خود سختی به خودت بدی. این مردمی که همین الان تو این حیات حرم شما نگاه بکنید چجور با سخت افتادن، هر کی گوشه از خستگی افتاده خوابیده، پاها تاول زده، یکی رنگ ها سوخته، بعضن یه گوشه افتاده همینطور خوابیدن. اینا برای هیچ کس این کار نمی‌کردن ها. یعنی اگر به اینها میگفتی برای فلان شخصیت سیاسی را بیفتید بیایید مثلا در فلان جا راهپیمایی بکنید، بعد اینطوری خسته کوفته بیفتید، اصلا این کارو نمیکنن. خیلی از اینها خدم و حشمی دارن، موقعیت من دارن. با بعضی از این موکبدارا صحبت میکردم، پزشکه همینا که تو این حیات همین الان خوابیدن، تاجر توش هست، پزشک توش هست، اومده اینجا تو حیات حرم امام میبینید تو اینجا گرفته خوابیده. این برای چی داره این کارو میکنه؟ این اون عشق و اون شوق اون رو کشونده به اینجا. فقط یه نکته بگم، بذارید داستان رو بگم، شاید وقتمون کوتاه هم باشه، یکی 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم باشه، وقتمون شاید کوتاه باشه. من در یکی از سفرهایی که مشرف شده بودیم کنار حرم داشتم میرفتم، حرم ابا عبدالله الحسین، یه وقت دیدم که یه جوونی عبور کرد. یکی از دوستان ما که از مهندسین عتبات بودن یه دفعه به من گفتش که این پسر رو میشناسید؟ من گفتم نه. گفت از قضیه براش بگم، خیلی جالب بود برام. گفت این آقایی که الان اینجا هستن یکی از نفرات برتر کنکور امسال، مثلا چند سال پیش، 2-3 سال پیش بوده، دانشگاه شریف مثلا درس میخونده، بهترین رشته های اونجا رو درس میخونده. ایشون یه دفعه دچار عارضه‌ای میشه چشماش، چند ماه میگن شما دیگه نباید به کتاب و اینها مراجعه بکنی، این هی چشم ضعیف‌تر میشه. ایشون یه مدتی که اینجا بوده یه دفعه کشش، یه چیزی اون رو یک نیروی اون رو میکشه به سمت عتبات. عشقی که به ابا عبدالله داره اون حرکت میکنه به سمت عتبات، شروع میکنه میاد اونجا. وقتی که میاد برای خدمت به عتبات قبولش نمیکردن، اصرار اصرار اصرار، ایشون میان. شاید 1-2 دقیقه طول بکشه، به من این فرصتی بدید. ایشون میگن وقتی که اومدن اینجا، خب این چشمان یه مقداری ضعیفه، بعد از اصرار زیادی اومدن شروع کردن تو این کارگاه، یک بچه‌ای که نخبه است و امثال اینها شروع کرد کارگاه امام حسین نوکری کردن، کار کردن. میگفتن وقتی که ایشون یه روزی ما خبردار شدیم، یه روز در پای دستگاه داشتن کار میکردن، دستگاه تراش مثلا زد، یکی از ناخن‌های ایشون قطع شد. بلافاصله دوستان گفتن ایشون باید اعزام بشه به ایران برای ترمیمش. فرستادنش، اصرار میگه که من بتونم کار بکنم، گفتن باید بری ایران. فرستادنش ایران، این ناخن پیوند زده بشه، ترمیم بشه. بعدشون گفتن به من، گفتن باید یه مقداری فیزیوتراپی بشه تا این ناخن یواش یواش درست بشه. این ناخونی که میخواد درست شه، گفتن رفتم پیش یه خانم دکتری که کار ایشون بود، منو ارجاع به ایشون داده بودن. وقتی رفتم گفتن اصلا نوبت الان نداریم، مگه میشه؟ اصرار اصرار اصرار. گفتن باشه با خانم دکتر بگید اگر اجازه دادن شما رو میپذیرم. فهمیدن که من وقتی رفتم پیش اون خانم دکتر، به محض اینکه گفتم که من میشه این انگشت من نگاه بکنید تعلیم، گفتن من فرصت ندارم. گفتم من وقت ندارم، من باید زود برگردم. گفتن شما باید کجا زود برگردی؟ گفتم من از نوکران ابا عبدالله هم، از کارگران حرم ابا عبدالله هم. تا این رو گفتم شروع کرد اون خانم دکتر به گریه کردن. گفت شب گذشته خواب دیدم که حضرت فرمودن که فردا یکی از نوکرها و کارگرای من میاد اونجا، نکنه ردش بکنی. اینقدر این گریه میکرد. حضرت یک کارگرشون رو حتی فراموش نمیکنن، میبینن. لا اله الا الله. خدا محمد و آل محمد ما رو هم از نوکران اهل بیت قرار بده. اللهم. خیلی ممنونم جا، دست شما درد نکنه. مهم اینه که مردم در تشکیلات ابا عبدالله علیه السلام کار کردن. چه کسی که مثل این مثالی که حاج آقا زدن، کار کوچیک و نوکری خیلی خیلی کوچیکی داره انجام میده تا اون کار بزرگه گم نمیشه و عندالله محفوظه. انشالله روزی که بهش نیاز داریم به ما برگرده. حاج آقا خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. یه بخشی رو با هم دیگه نگاه بکنیم و بسیار عالی. خب بریم به سراغ لحظات زیبا و ملکوتی اذان صبح به افق تهران که دوستانم در پشت مقدماتش رو فراهم خواهند کرد. از همه شما التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليًّا ولي الله أشهد أن عليًّا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم